اما کار در کلاس صفحه 6 توی سوال 1 گفته جاهای خالی رو در مجموعه زیر طوری پر کنید که مجموعه ها برابر باشه. خب زمانی که از مجموعه برابر صحبت میکنه شما باید اینو بدونید که اگر به طور مثال من دو تا مجموعه به نام A و B داشته باشم، تمام اعضای A باید داخل B باشه، تمام اعضای B هم باید داخل A باشه. هر موقع اینطوری بود، هر عضوی از این داخل این بود، هر عضوی از این داخل این بود، دو تا مجموعه با هم برابر میشن. خب حالا توی سوال 6 قسمت الف دو تا مجموعه برابر رو داده. اگر هر عضوی از مجموعه سمت چپی توی سمت راستی باشه و هر عضوی از مجموعه سمت راستی توی سمت چپی باشه، اون موقع میتونیم بگیم که این دو تا مجموعه با هم برابر. پس بریم بررسی کنیم ببینیم همین چیزی میشه یا. سوال 1 گفته جاهای خالی را پر کنید دیگه طوری که این دو تا مجموعه با هم برابر بشه. الف، توی سمت چپی عدد 5 هست، عضو 5 هست و توی سمت راستی هم عضو 5 باشه. اگر نبود ما خودمون پرش میکنیم. خب اینجا رادیکال 25 هست بچه‌ها، پس این 5 اینور هست، اینور هم هست، کاری باهاش نداره. اما 2/5 بچه‌ها باید ببینیم اینجا قرار داره یا نه. بله اینجا قرار داره، اینم کاریش نداره. 4 این سمت هست، این سمت ببینیم هست یا نه. خب این 3 که نیست، اینم اگر 4 نشه ما اینجا می‌نویسیم 4. این بررسی کنیم. رادیکال 144 رو من میدونم میشه 12. یه منفی هم پشتش داره میشه منفی 12. توی مخرج هم منفی 2 به توان 2 میشه مثبت 4. چرا؟ چون منفی 2 ضرب در منفی 2 میشه مثبت 4. پس اینم میشه مثبت 4. حالا منفی 12 تقسیم بر 4 میشه حاصل منفی 3. این هم 4 نشد، پس این ور 4 رو داریم اما این سمت نداریم، پس من اینجا می نویسم 4. خب 9/3 هم که حاصلش میشه 3. این سمت 3 رو داریم، این سمت هم 3 رو داریم. خب چی رو اینجا داشتیم که این سمت نداشتیم؟ همین منفی 3 رو، مگه نه؟ پس من اینجا می نویسم منفی 3. حالا اگه دقت کنید هر عضوی که توی سمت چپیه توی سمت راستی هم هست، هر عضوی که توی سمت راستی هست توی سمت چپی هم هست. پس این دوتا مجموعه با هم برابر میشن. اما قسمت ب که میره توی صفحه بعدی باید بیام تک تک اعضاشو بررسی کنیم بچه‌ها. خب بیام بررسی میکنیم. اینجا 7، اینجا 7 داریم یا نه؟ 2/3 داریم، 2/5 داریم، منفی نیم داریم، 5/8 هم که 7 نمیشه، منفی 2 هم داریم نداریم. پس من اینجا می نویسم 7. خیلی راحت سریع فهمیدیم جا خالی سمت راستی رو. حالا ببینیم هر عضوی از راستی توی سمت چپی هست یا نه. 2/3 توی سمت چپی هست یا خیر؟ بررسی میکنیم. 2/3 بچه رادیکال 4/9 همون 2/3 دیگه. ببینید رادیکال 4 میشه 2، رادیکال 9 هم میشه 3. پس اینم اینجا هست. این هیچ. بیام خطش بزنیم که راحت شه دستشون. 2/5 آیا این سمت هست؟ بچه 2/5 هم 14 دیگه، مگه نه؟ اگه من 14 رو ساده کنم 4 به 2 مرتبه، 10 به 2 5 مرتبه شد 2/5. پس این ور هست، این ور هست. خط میزنم. منفی نیم همون منفی 1/2 خطش میزنم. 5/8 بچه 5/8 اگر من بیام 5 رو تقسیم بر 8 کنم، 5 تقسیم بر 8، خب میگیم 5 به 8 نمیخوره، 0 میذاریم. یه 0 هم اینجا میذاریم، یه اشار میزنیم. توی 50 چند تا 8؟ 6 تا 8 داره، درست. 6/8 48. 2 تا باقی مونده میاره، یه 0 میذاریم. توی 20 چند تا 8؟ 2 تا. 2/8 16 تا. 4 تا باقی مونده میاره. توی 40 چند تا 8؟ 5 تا. 5 تا 40 تا. 0 شو 625,000. پس 5/8 همون 625,000 توی دو طرف هست. چی توی سمت راست هست که توی سمت چپ نیست؟
-2 که من این -2 رو داخل سمت چپی قرار میدم. خیلی باید دقت کنید بچه ها از ظاهر قضیه، یعنی ظاهر قضیه گولتون نزنه. دقت کنید، محاسبه کنید، ببینید چی توی سمت راست هست که توی چپ نیست یا چی توی سمت چپ هست توی سمت راست نیست. بررسی کنید و جای خالی رو خیلی راحت پر کنید. اما سوال 2 گفته 2 مجموعه به نام‌های A و B مانند سوال بالاتر کنید. پاسخ خود رو با دوستانتون مقایسه کنید که این رو میذارم به عهده خودتون که انجام بدید.